همداران عزیز سلام علیکم. 5 ایونی سال 2025 می باشد. قرار داریم در دهه چهارباغ ناحیه ورزو باغ من نوک در همین شب و روز پخت. این یک هفته پیش علاقه پختگی بود و من وقت نداشتم نوار کنم. من همین نوک انم خیلی می باشد. ببینید چه نوکای بازی بخشوی. بازی من چینده از نزدیک به شما نشون میدم. این نوکا کلون کلونه نوکچه می باشد، لیکن علاقه پختن. من ببینید بسم الله الرحمن الرحیم مزه دوشس یعنی لیموناد دارن اینو. یک راحت جانه. اکن فکر کنید که شما از همین باغ از همین نوک 4-5 هکتار دارید و همین شب و روز نوک میپزید شما مغازین میبرید. در نگان مغازین در یگان بازار حوزه نوکی تاجیکستان است. نوکی خیلی با مزه، نوکی تازه خوش صفت نیست، میدان باشد چنون با مزه که یک مزه لیموناد دارد. همداران عزیز امسال من از ترکیه اگر تک پیوندش رو بیارم از این پیوند کرده و شما پیشنهاد میکنم. اینو ببینید فهمون نمکن. من همین ها برای سال آینده همش گلخانه است. من اینا گلخانه از بیگل چقدر فرق کرده میشه. این گل نیست. این ببینید یک تا برگ است، گل نیست. 5-6 تا برگ میکنه و من خیلی پخ دارد، من پخچه دارد. اینا همش گلخانه هستند. سال آینده خدا خواهد انم خیلی میبندد. یک 4-5 کیلو من همش میبندد. سال آینده همه از اول تا آخر همین خیلی نوکی با مزه پر میشد که در همین شب و روز میپزد. این شب روز من نرخش رو نمیگویم شما، فکر میکنم نرخ خیلی خیلی قیمت در بازار میشود، برای اینکه نوک نیست در فروش. همداران عزیز در پناه خدا باشید.